حضرت ایوب بیمار سخت شد، بیماری پوستی. یه بیمار شفا میخواد، گفت بارالله انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. درسته؟ گفت بارالله، دردشو گفت ولی نگفت دوا بهم بده. سبحان الله. دستشو بلند کرد، بیماری پوستی، اگزیما و گال نمیدونم فلان و هر چی که مثل سر سوزن گداخته شده این شیمی درمانی تو بدنش بوده. دستش بلند کرد گفت بارالله من آسیب دیدم ولی تو ارحم الراحمینی، تو به بندگان ظلم نمی کنی، تو ارحم الراحمینی. اگر معنیش اینه اگر رحم تو همینه که من مریض باشم و من شکی تو رحمتو ندارم که ارحم الراحمینی، من صبورم، شفا نمیخوام، اگر رحم تو اینه نسبت به من. حضرت یونس تو شکم نهنگ بود، زندانی شد. وقتی در شکم نهنگ قرار گرفت یک دفعه به خود آمد. خداوند مأموریتش داد بره پیش قومش، اونها رو ارشاد بکنه، هدایت بکنه. کم حوصلگی در آورد، قومش رو رها کرد، قرعه انداختن به ساحل، سوار کشتی شد، کشتی خراب شد. گفتن یک خطاکار تو کشتی پرتش کردن، چه هر چند بار قرعه مینداختن به اسم یونس در می آمد، انداختنش چه تو دریا. خداوند نهنگو فرستاد، گفت ببلعش. سبحان الله. چند تن آب میبلعه نهنگ؟ یونس هم یک رفت بالا. به مجردی که تو شکم نهنگ قرار گرفت یادش آمد که اشتباه کرده و یه معذرت خواهی بدهکاره. خودمون چند تا معذرت خواهی بدهکاریم به رب العالمین. اون خیلی بزرگواره. اگه کسی گفت بارالله من معذرت میخوام، دیگه به جایی که گوشمالش بکنه نوازشش میکنه و هدیه هم بهش میده. اولای که یبدل الله سیئات حسنات. نه تنها گناه تو میامرزه بلکه گناه های 50 سالت هم تبدیل به حسنه میکنه، به پاداش میکنه برات. از این دیگه کریمتر، بزرگوارتر، سخاوتمندتر چرا نمیریم طرفش؟ یونس اونجا متوجه شد، حضرت یونس که اشتباه کرده یه معذرت خواهی بدهکاره. وقتی که در شکم نهنگ قرار گرفت یونس فریاد زد، گفت دیگه کسی نمیتونه اونو نجات بده. رفت تو اعماق اقیانوس. اون موقع خود دیگه زیر دریایی ها نبود که برن به کمک امداد و نجات، اینطوری نبود که تو اعماق اقیانوس بره. چه گفت یونس؟ لا اله الا انت سبحانک. نجات میخواست یا نمیخواست؟ کسی که داره غرق میشه نجات میخواد، ولی نگفت نجاتم بده، نگفت کمکم کن. خوب دقت بکنید به این معانی، به این باورها. گفت لا اله الا انت، توحید رو دوباره چه بیان کرد با تمام وجودش. لا اله الا انت، هیچ معبودی به حق که سزاوار پرستش باشه نیست به جز انت، به جز توی پروردگار. سبحانک، پاک و منزهید از هر گونه عیب و نقص و هر گونه خطا و هر گونه ظلم به بندگانت. انی کنت من الظالمین، من به خودم ظلم کردم. سبحان الله، من به خودم ظلم کردم. اصلا تو این آیه تقاضایی هست برای که خدای کمکم کن من از شکم نهنگ در بیام؟ نیست. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، من از جمله ظلم کنندگان هستم. نگفت کمکم کن. به مجردی که این دعا رو گفت، خداوند رو تسبیح کرد و تقدیس کرد و پاک و منزه شمرد و توحید رو محقق کرد دوباره و اعتراف به کوتاهی و تقصیر کرد که من به خودم ظلم کردم و نافرمانی تو کردم، قومم رو رها کردم، وظیفه‌مو انجام ندادم. رفت تو کما. سبحان الله. همین دعا رو کرد، رفت تو کما.
خداوند به نهنگ گفت، به اون مخلوقش گفت بیا در سطح آب، بیا سطح آب، برو تا عمق کم، تا جایی که میتونید. آمد رو سطح آب، گفت حالا یونس رو چه پرت کن به ساحل. سبحان الله، یونس در حال کما بود، وقتی پرت شد به ساحل، آمد به سطح آب، پرت شد. امواجی که بودن مثل این که دو تا دست باشه، یونس رو بلند کردن به ساحل گذاشتن. فانبتنا علیه شجرة من یقطین. فا یا واست ستار فا. فانبتنا علیه شجرة من یقطین. وقتی به ساحل افتاد دیگه بدنش خیلی، خداوند یک درخت کدویی رو سرش یقطین آرام شد. بعد خداوند دوباره فرستادش پیش قومش که بیشتر از 100,000 نفر بودن اون زمان و بعد از همدیگه لذت بردن. خدا بهش برکت داد. قدرت باد. خب داشتیم زمین، کوه، آهن، آتش، آب، باد. از باد مخلوقی قوی‌تر دارد خداوند. اصلا کامل بگیم، از آب و باد و آب و آتش و آهن و کوه و زمین خداوند مخلوق قوی‌تر دارد. ولی انسان مؤمن که نیتش خالصه برای الله و توکلش هم همیشه چه و هدفش هم همیشه رضای خداست، اینا رو همه کنار هم جمع بکنی تو انسان مومن جمع شده. میدونی کجاست؟ تو همین عصای موسی که زد به آب. آخرین نفر پیروان موسی قوم بنی اسرائیل از آب خارج شدن، آخرین نفر از سربازان فرعون داخل آب شدن، آب به هم آمد. سبحان الله. الان فیلمای تاریخی درست کردن، حتی کارتونیش هم درست کردن برای بچه ها. داستان نوح، کشتی نوح، داستان موسی، فیلمای خیلی قشنگه. محمد رسول الله چند مدت پیش واقعا حال و هوای انسان رو عوض میکنه. کارتونیش هم هست برای بچه هامون. سبحان الله. این فیلمای کارتونیش تو ذهن بچه ها نقش میبنده. داستان پیامبران. کارش بریدنه، حلقوم اسماعیل رو نبرید. آب کارش غرق کردنه، حضرت موسی رو غرق نکرد، حضرت یونس رو غرق نکرد. آتش کارش سوزاندنه، آتش نمرود را بحر گلستان آفرید. آتش نمرود را بحر گلستان آفرید. قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. اینجا منادی هست، منادا هست، حرف ندا هست. سبحان الله. اون پیام هست، اون ندا هست. خداوند منادی است، منادا آتشه. خداوند با آتش داره صحبت میکنه. قلنا، ما گفتیم، یا نارو، این یای نداست. ای آتش ما، ای مخلوق ما، کونی، باش، بردن، خنک، و سلامن، معتدل. اگه خنک زیاد بره زیر صفر چه؟ منجمد میشه. ابراهیم رفت و آتش در آمد. سبحان الله. مثل که از تو گلستان در آمده. نمیشه، باور بکنی نمیشه. کارشون سوزاندنه ولی نمیتونه بسوزنه. رو ایمانمون کار بکنیم، رو عقیدمون، توحیدمون کار بکنیم، رو رابطمون با خدا کار بکنیم، خدمت به خلق خدا بکنیم، تواضع داشته باشیم. الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة. برمیگردیم به این آیه‌ای که امشب در صددش بودیم. وقتی اونها رو در روی زمین متمکن کردیم، قوی کردیم در زمینه‌های مختلف، بلا فاصله تواضع به خرج میدن. گفتیم یک نماز کامل نشانه 3 تا تواضعه. اول قیام الله اکبر، بعد هم میشه تواضع دوم کامل تره، دستش کف دستش میذاره، این پنجه
زانوشو میگیره، این دستاش باید راست باشه، در رکوع نباید این دستا خم باشه، اینجا آرنجت نباید خم بشه، اینطوری نباید رکوع بکنی. این با کف این دستت قرص زانوتو بگیرید صاف، کمرت کشیده بشه که اگه این لیوان آب رو کمرت بذارن در اثناء رکوع سر نخوره بیفته. این رکوع کامله. رکوع بی‌حوصلگی نه. وقتی رفتی در رکوع میگی سبحان ربی العظیم و بحمد سبحان الله، اونجا دیگه خودت کوچک میشید. سمع الله لمن حمده ربنا ولک الحمد، میای بالا دوباره میگه الله اکبر، میرید پایین. وقتی دیگه پیشانی به خاک مالیدید به سجدگاه، اینجا پیامبر میگه دیگه حجاب میفته بین عبد و رب. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند نزدیکترین موضعی که بندی نمیتونه از اون نزدیکتر به رب العالمین باشه موضع سجده است. تواضع کامل. حالا وقتی رفتی به پایین و خودتو انداختید به زمین، مناسب اونجا چه تسبیحی است؟ رکوع مال عظمته، ولی وقتی خودتو انداختی به زمین به پایین، از اون بلندی، از اون تبخترت، تکبرت، خودخواهی و منیتت، اینجا دیگه میگی سبحان ربی الاعلی و بحمده. من کوچکم افتادم رو زمین به خاطر اون بزرگی خیلی والا و برتره. خدا این تواضع رو نصیب بکنه. و آتا و زکات اگه فردا شب حیاتی بود انشالله درباره آتا و زکات انشالله با هم دیگه گپ‌هایی خواهیم زد. خیلی دوستتون داریم، خیلی حوصله کردید. خب جلسه رسمی بود، یه حاله‌های خاصی داشت، حالا یه لبخندی هم بزنید. عالیه، شما یه لبخندی بزنید من خوشحال بشم. همتون، شما پسرم، شما احسن. این سپیدی دندان باید پیدا بشه. لبخند، تبسم زمانی که این سپیدی دندان پیدا بشه.